زنی که در حیض بوده مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند. اینجا یک سوال دیگر هم بود از این برادر. دویم سوالی که این همسایه‌ای که خب یک شخص سخت اوریا کرده است و نهایت به حالت وزین جان سپاریده است، خون وی قرار نمیگیرد، سلفاً پیچانیدن ممکن است یا چگونه غسل میدهند؟ برادر عزیز، شما همون میتونین که همون برادرایی که در همین حالت روبرو میشوند شما غسل شوندین، بعد غسل دادن شما کفن کنین. اگر از تگ کفن یگان لطه و یگان چیز زیادتی ماندین به خاطر آنکه خون به حد رفته ایستاده است و دیگر یگان ضرری در کفن و در نماز جنازه نداره، شما همی شستین مثل وضوی معذور. این یک آدم سلسل باولای دایم باولش میریزه یا دایم بادش میبره یا دایم زخمش چرک میریزه و تماما یعنی دایم میرود. این خیل آدم هر یک نماز طهارت میکند و نمازش خواندن میگیرد. در حالت نماز هم که اگر چکیدن گیرد او طهارت چه نمیشکنه تا نماز دیگر، با نماز دیگر با طهارت نو میکند. زین خاطر همین هم برای مرده های ما و شما هم خونش هم برآمدن هم که گیرد ما کفن میکنیم، جنازه ما میخونیم، مرده میگرانیم. فقط در گردن ما یک بار غسل دادن واجب است. خب و یک در مسجد خیر میکند و میگوید که اگر هر کس خیر کند هر یکی را نام گرفته دعا کنید. بله در حدیث های پیامبر آمده است که هر کی خیر میکند نام او را گرفته و در حقش دعا کنید، این موافق سنت است، این جای گناهش نیست. ولی کسی که اگر صدقه های پنهانی میکنن این با بهتر. آدمی است که میخواهد که نامش گرفته نشود یا صدقهش پنهانی میکند، این صدقه های پنهانی هم برادرای عزیز از اخلاص خالی نیست. ولی ببینید قصه ها میآید که در دوره حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت چون کند، اکو مثل عمر واری دیگر بنده های خوبی خدا را خدا میداند تا قیامت کسی نمیبیند. میگه دوره خلافتش بود یک آدم نابینای میگه در همون شهر مدینه حیات داشت، کسی خدمتگار نداشت. این حضرت میگه سریا میرفت خدمت وی میکرد، هر چیزی که از لازمه و درکاری بود تامین میکرد، او را تازه میکرد، او را طهارت میداد و او بستری بود و این نمیدانست، این نابینا بود، نمیدانست که این بنده خدا کی است که مرا خدمت میکند. ولی ببینید خدمتی از برای خدا را ببینید. بعدن میگه وقتی که حضرت عمر نابود کردن، دشمنای خدا زدن به کار، از دنیا که گذشت 3 روز طرف این آدم نابینا 3 روز کسی سراغ نمی رود. بعدن این آدم نابینا داد میزند، فریاد میزند و مردم نزدش می آیند، میگن آخی تا امروز من به خودم خدمتگاری داشتم، 3 روز شد که درک همون خدمتگاری من نیست. میگن که حضرت در حقش دعا کن که وی عمر بود، در حق او دعا کنین. گفتن که وی عمر بود که برای تو خدمت میکرد، الحال وی زیر خاک است. یعنی انسان ها هست که صدقه های پنهانی میکنن تنها برای که آنکه خدا داند و خلاص. ولی کسی اگر صدقه آشکارا هم که کند وی گناهگار نمیشود. در وقت صلی الله علیه و سلم گفتن، همین قدر نویسنده است، من نمیدونم با اینجا چی مقصد است. اگر مقصد صلی الله علیه و سلم گفتند همین حرکت خستن باشه، اینا در مجموعه الفتاوا من کردن که ما وقتی به نام پیغمبر شنیدیم خدامون باید همچنان میانمون خم نزنیم، تعظیم نکنیم، فقط صلوات فرستیم. نام پیغمبر شنیدیم صلی الله علیه و سلم میگیم، خدامون خم نمیکنیم، تعظیم نمیکنیم. صاحب فتاوای مجموعه الفتاوا به همین را. بعد مردم ما که خیلی سالی مردم ما بعد دیگه عقل گرایی را میدراره،
چخیل تا هم یک رئیس میدرویا میخیزی، نام پیغمبر میگیرن نمیخیزی. بعد از خودش اخی شریعت چیزی نیست که هر که به عقلش باوشتیه. خداوند قرآن دا میگه اکملت لکم دینکم، من دینم مکمل کردم. دیگر در این دین عقلگراها در کار نیستند. هر کس به عقل خودش هر چیز داخل کردن گیرد، اینا جایز نیست برادر عزیز. چیز شریعت معین کرد همونش برای ما و شما راه است. برای من اگر یکی نادرست صاحب مجموعه الفتاوا گفته باشد و شما یگان حجت داشته باشین روان کنید. خب برادرای ما از حصار سوال کردن، همینجا حضور دارن. در انگشتری طلا نماز خواندن درست است یا نه؟ مثال در دست ما و شما اگر انگشتری طلا باشد یا گردنبند طلا یا روچکه طلا یا دستمانه طلا، خب یا دندان طلا. دندان طلا اگر مثال ضرورت نه بی ضرورت کرده باشه، یعنی برای حسن، نماز درست می شود ولی ثواب نداره. برادر از نماز هم میخوانید، مثال ای گردنت ساقید، چکلی که آدم با پول حرام حج میکنه، حج ای گردنش ساقید ولی حاجی نمیشود، روز قیامت از گروه حاجی هم سر نمیبردارد. همین آدمی هم که در برش طلا دارد، خواه چله دارد، خواه گردنبند دارد، با اون نماز میخواند، نماز ای گردنش ساقید ولی ثواب ندارد. یعنی زحمت و مهنت میکشی و پاداش و ثواب نمیگیری. پس خودتون خلاصه شو برارید، کنی به چله خوب بود است یا به چله خوب بود است. دوم و گرامی، ما هم از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند در دل ما همیشه محبت اطاعت خداوند و طاعات الهی را جاودانه نگه دارد. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که برای ما توفیق عمل کردن خاص برای خودش باشد نصیب و روزی بگرداند. خدایا از عملهایی که برای خود نمایی باشد، برای خود ستایی باشد، ریا باشد، پروردگارا به سوی تو از این عملها پناه طلب میکنیم. برادران عزیز و گرامی، جمعه گذشته چگونه که من در اطراف بعضی از آیت ها و حدیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندم که همه معنا بر این بود، دلالت بر این بود که ما هرچه از عمل انجام تیم فقط در اون نیتی خاص از برای خدا داشته باشه. برادران عزیز و گرامی، اگر ما نماز خوانیم، ما روزه داریم، ما زکاتیم، ما جهاد کنیم، ما اگر خیر احسانمان تمام شر را اگر دامنگیر شود ولی وی خاص از برای خدا نباشد، شما چیزی در راه خدا نکردید و چیزی در پیشگاه پروردگار مورد قبولم نشد. آیت را که من برای شما خواندم، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این دلالت بر همین میکند که خدای مهربان برای ما بیان کرد که دین و راه دین فقط این است که خالص از برای پروردگار باشد. خداوند از هر عبادتی که در او یک غرض شخصی یا در او شریک گردانیدنی چیزی باشد، از او عمل پروردگارمان بیزار است. خداوند در آیات‌های قرآن خبر می‌دهد فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. برادر عزیز و گرامی، ما از همینجا اخلاص، حکمت
و خود معنای اخلاص را که چیزی پوشیده در دل بنده مؤمن است اینجا دریافت کرده میتونیم. خداوند در آیت قرآن که سوره مبارکه عنکبوت بوده است، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین، پروردگار میگوید وقتی که شما در چیز از سواره سوار شدین، مثل خواه کشتی باشد، خواه طیاره باشد، خواه قطاره باشد، هر چیز از سواره باشد، ببینین پروردگار همینجا اخلاص ببینین چگونه عبادت است. وقتی ما سوار میشویم در این چیزهای سواره، دعوا الله مخلصین له الدین. شما میبینید که در حالتی که ما در طیاره ها سوار باشیم دیگر جای نیست که ما مراجعت کنیم برای ما و شما پناهگاه شود، جای نیست که دیگر ما و شما با او تکیه داشته باشیم. نه سمالیات همون طیاره‌ای که هست اگر گویم در خوبترین صورت هم ساخته شده باشد، اگر تمام همون متخصصای او برای ما و شما گارانتی دهند که همین سمالیات بهترین سمالیات است، بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. خداوند میگوید وقتی که شما در اونها داخل شدین و یک حالت ناگوار شما را قرار داد، شما در او حالت با پررگی رو به سوی من میارید. حالتی است که انسان با پررگی در اون حالت به سوی خداوند با تمام اخلاص، با تمام خلوص در همونجا عبادت، در همونجا دست میبردارد و از پروردگار از تحت دل با تمام هستی خود از خدای مهربان خواهان میشه. انمون اخلاص است برادر عزیز. انمونه که ما در ما حالتی که روبرو میشویم، حالت ناگوار ما قرار داریم، کمی گویم دشواری ها و مشکلاتی که در داخل او طیاره یا چیز از سواره وقتی حس میکنیم، در بینن وجود ما را یک ترس فرا میگیرد و ما درو به زبانمان تیز تیز از خدای مهربان نجات او را، حال خوب او را طلب میکنیم. انمون اخلاص است برادر عزیز. اگر ما در عبادت مان همون حالتی که در همون سواره بودیم، اگر از خدای مهربان همچنان عبادت داشته باشیم، و در پیشگاه خدا قبول است. زیرا ببینید من جمعه گذشته گفته بودم که حتی پیامبر گرامی گفتن ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. ببینید شما دعا کنید، میگه پیامبر گرامی، ولی در دعا کردن شما با تمام اخلاص دعا کنید. یقین دانین که همین دعای تو پر دل تو باید گواهی دهد که همین دعای مرا پروردگار شنیده ایستاده است و یکایک قبول کرده ایستاده است. اگر تا ما همین اخلاص و همین باوری را در بالای دستمان نآریم، پیامبر گرامی گفتن این دعای شما هم در پیشگاه خدا قبول نمی شود. ولی بسیاری وقت برادرای عزیز شما اهمیت داده باشین، همتا دستامون هم میبرداریم دعا میکنیم ولی در دلمان چیزی از لذت نداریم و چیزی از محبت نیست و چیزی از قبولیت هم در یادمان هم نمیگذرد. پس این عبادت ما عبادت بی اخلاص است، در این خلوص نیست، در این نیت نیست، در این یقین نیست، در این صدق وجود ندارد. زی خاطر است که دعاهای ما و شما در دوام حدیث پیامبر میگوید خدای مهربان آن دعای را که انسان از روی دل میکند او را قبولش نمیگرداند. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند در جسم نظر نمیکند، خداوند در مال نظر نمیکند، خداوند در اولاد کی نظر نمیکند، بلکه پروردگار در دل و در عمل نظر میکند. اگر ما در دل خود همون خلوص و همون گویم یقین و همون صدق اگر حاصل کرده توانیم، انشاءالله پروردگار در اون نظر دارد و انشاءالله اون عبادت و اون عمل ما و شما در پیشگاه پروردگار قبولیت دارد. برادرای عزیز امروز جمعه است، ببینید
به ذمه هر کدام ما و شما خواندن نماز جمعه فرض عین است که ما نماز جمعه ما نخوانیم. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. خداوند ما را امر دارد روز جمعه که شد، ساعت جمعه خانه که آمد، اگر دست در زر باشد ترک ساز و نماز جمعه را بخوان. این کنتم تعلمون، اگر به شرط تو فهمیش داشته باشی، تو اگر عقل داشته باشی، اگر تو معرفت داشته باشی، کارت ترک ساز. خدا میگه جمعه تا بخوان. پس ببینن همین جمعه که ما تاکید شدیم که باید برای ادا کردن او بیاییم، اگر در همین جمع مقصد ما خاص برای آن که این عبادت خداوند به ما فرض گردانیده است، اگر همین نیت نباشد، همین سرگردانی ما، قدمی ما همه در هدر است، بیکار است، چیز ما از اینجا برداشت کردن نمیتونیم. برادر عزیز و گرامی، ببینین حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: من تطهر فی بیته، هر انسانی که در خانه طهارت میکند، طهارت میسازی، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد از آنه که طهارت تمام شد اراده میکنی که من در فلان مسجد رفته نماز ما میخوانم، ولی ببینین لیقضی فریضه من فرائض الله، همین طهارتی که من کردم برادر عزیز و گرامی و همین اراده ای که در فلان مسجد من نماز ما میخوانم، شرط ببین لیقضی فریضه من فرائض الله، اگر در همین نیتی که تو فلان مسجد را در نیتت گذرانیدی و در همین نیت تو داخل نباشد که این نماز جمعه فرض از فرضای خداست، من به خاطر فرض خدا می روم، همون طهارت و همون سرخم کردن و همون رکوع و سجده تو چیزی در نزد پروردگار قبولیت ندارد. تا اگر انسان به خاطر آنکه همین عبادت از برای خداست، همین عبادت به خاطر خداست، همین عبادت به خاطر رضاگی خداست، اگر در دل ما همین نگذرد، ما برادر عزیز و گرامی از عملهامان بجز همون گویم که ماندگی و بجز همون حرکت و بجز همون سرگردانی دیگر چیزی به ما نمیرسد. برای همین بسیار از شما خواهش میکنم دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان که امروز از اکثر ما و شما خدا را شکر که توفیق نماز خواندن داریم، توفیق صدقه داریم، توفیق روزه گرفتن داریم. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید: من صلی یرایی فقط اشرک و من صام یرایی فقط اشرک و من تصدق یرایی فقط اشرک. اگر تو نماز خوانی به خاطر آن که تو را گویند نماز خوانی، ولی برادرای عزیز بسیاری از ما و شما که به خاطر خدا نیت میکنیم شاید در ذهنها منگذرد نخواه آدمی باشد که نماز به خاطر خودنمایی خواند. پر است برادرای عزیز، پر است از شخصانی که نماز میخوانند تا که گویند که نماز خوان است، مسجد میآید تا که گویند که وای مسجدی است. برای چی بزرگای ما و شما میگن کلید در دوزخ است آن نماز؟ ولی نماز نخواه کلید در دوزخ باشد، کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز. اگر در چشم مردم نماز بسیار با زیباگیش خوانی، مردم تر نگه دارند، تو بسیار رکوع خوشرو میکنی، سجده های خوشرو میکنی، خواب گویم طولانی قرائت میکنی، آن چنان زیبا عبادت که مردم نگاه دارد و در دل تو هم همچنان گذر میکند که بگذار نماز زیبای مرا ویها تماشا کنند. حضرت ها چی گفتن؟ کلید در دوزخ است آن نماز. این نماز تو کلید همون در دوزخ است. این نماز تو نماز در پیشگاه خداوند نیست برادر عزیز. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه تو می روی به ترکستان است.
حاجی های محترم، این بزرگ خدا حاجی ها را اشاره میکند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو میروی به ترکستان است. اگر حج ما به خاطر آن باشد که حاجی بابا گفته ها بالا بالا ممکنند، یا در بین مردم به نام حاجی معروف و مشهور باشیم، بزرگا میگن تو کعبه نرفتی، تو ترکستان رفتی. من صلی یرای فقط اشرکه. اگر نمازت یرایی باشد، یعنی ریایی باشد، خودنمایی باشد، خودستایی باشد، خالی از اخلاص باشد، خالی از نیت نیک باشد، خالی از رضاگی و فرمان خدا باشد، پیامبر گرامی گفتند تو شرک در راه خدا کردی. با این نماز تو در پیشگاه پروردگار مبتلای شرک شدی. و من صام یرای فقط اشرکه. اگر تو روزه بگیری به خاطر که گویند فلانی هر یک روز دوشنبه و پنجشنبه روزه دار است، بسیاری از برادرای ما همین رکلم را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما خودنمایی را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما 4 تنگه را صدقه میکنند، در گوش هزارها میرسانند. حبیب خدا میگوید اگر روزه تو ریا باشد و خودنمایی باشد، خودستایی باشد، تو روزه نداشتی، تو بلکه شرک در راه خدا کردی. اگر تو هزارها سامان خیر کردی ولی در این خیرت راضگی خدا یا غضب خدا دور می شود، یا خداوند به واسطه صدقه مالت را زاید بکند، رضاگی خدا پیدا می شود، غمگینی شیطان پیدا می شود، این نیت ها در ذهن تو نباشد، پیامبر گرامی تو شرک در راه خدا کردی. هر کاری که از ما باید سر زند برادرای عزیز و گرامی فقط و فقط به خاطر خدا باشد. من یک معامله را که در روز قیامت می شود برادرای عزیز و گرامی از کتاب الترغیب و الترهیب در باب مخصوص اخلاص این بزرگی خدا آورده است، میخواهم برای شما خوانم، بعدا انشاءالله باز فهمیش شما و معلومات شما نسبتی که عملی که خاص برای خدا نباشد باز معلوماتتون بیشتر میشود. ان الله تبارک و تعالی اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد ليقضي بينهم فاول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثور المال. روز قیامت پیامبر گرامی میگوید وقتی که پروردگار بین بندگان خود قضاوت میکند، حکم میبرارد، کیها چیها کردند، کیها به کدام عملها چنگ زدند، کیها اهل دوزخند، کیها اهل جنتند. وقتی خداوند در روز قیامت بین بندگان خود این حکم میکرده است، اولین کسانی را که مورد پرسش قرار میداده است 3 نفر بوده است. یکم پیامبر گفتند کسی را که در دنیا حافظ کل قرآن بود و یا فریاد میزنند، کسی که در دنیا امروز با اصطلاح های ما قاری قرآن بودند، حافظای قرآن. دوم کسی را که مورد پرسش قرار میداده است شهیدهایی که در دنیا اونا گویم در میدانهای جنگ مقابل دشمنای خدا جنگیدند. سوم کسانی را میپرسد که اونا سخی بودند، مالدار بودند. این 3 نفر خدای مهربان میخواند و برای اونا چنان سوال میتید. چی سوال است؟ فیقول الله عز و جل، بس پروردگار میگفته است
للقاری، از برای حافظ قرآن چی میگفت است؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، آیا من همون قرآن را که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردم، آیا از همون قرآن تو آموختی؟ قال بلا یا ربی، حافظ قرآن میگفت بله پروردگار، من آن قرآن را که با پیامبرت نازل کردی آن قرآن را آموختم، آن قرآن را کلا حفظ کردم. فما عملت فبما عملت، وقتی که تو این قرآن را حفظ کردی برادر عزیز و گرامی، وقتی این قرآن را تو حفظ کردی، خداوند میگفت است به این قاری قرآن، به این حافظ قرآن، پس با او چی معامله کردی؟ چی ها کردی؟ برادرای عزیز، پیش از آنه که خداوند از سیر این حافظ قرآن همگان را آگاه کند، ما میدانیم که خدای مهربان علم داخل سینه ما را دارد، در داخل سینه ما چی ها میگذرد، در وجود ما چی نیت ها و چی مقصد هاست، اگرچه از چشم بنده های خدا پوشیده است، ولی خدای مهربان این علم دارد، از داخلی آگاه است. پیش از آنه که این سوال را قاری برای پروردگار چی جواب میگوید، منم برای شما گفتنی هستم که دادر عزیز کوشش کنه که در حیات قرآن خوان باشه، در حیاتتان قرآن خوان باشه. من دیروز یک حدیثی را در اینجا بین بعد نمازها که ما یک حدیث تعلیل میکنیم، یک حدیثی را خواندم، ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريف. پیامبر گرامی میفرماید هر کسی که اگر حفظ قرآن ندارد، یعنی بعضی برادرای ما همین یک آیت یا دو آیت از یاد میکنن یا یک سوره دو سوره را از یاد میکنن و دیگر توجهی به قرآن ندارد. پیامبر گرامی میگوید اگر در وجود شما آیت از سوره های قرآن اگر حفظ نباشد، شما مثل یک خانه چپه شده اید، یک خانه که چپه می شود برادرای عزیز خراب می شود، دیدگی آدم دهشت او را فرا می گیرد. انسانی که اگر قرآن خوان نیست، انسانی که در وجود خود حفظ آیت های قرآن ندارد، مثل همون خانه های چپه شده اند. یعنی به حال اونا باید ما غمگین باشیم. امروز الحمدلله برادرای عزیز اینقدر امکانیتی که خداوند برای آموختن قرآن برای ما و شما آورده است، اگر ما همین لحظه ها را استفاده نبریم ما کرنمکیم. قسم به نام خدا ما به انصافیم. حالا که روایت ها هست که اگر هر روز کسی 40 آیت قرآن را با چشم خودش با دستای خود قرآن را نکشاید، 40 آیت را نخواند، این آدم حق قرآن به جا نآورده است. این قرآن بالای او در روز قیامت دعوا دارد که این آدم در من ناسپاس بود، این آدم در من شکرگزاری نمیکرد. امروز دادرای عزیز عیب است که جوانای ما مثل همون موی سفیدای 100 ساله و از 100 بالا فقط بوسه کردن قرآن دانین و خلاص، فقط با دست طهارت داشتن قرآن دانین و تماس. خیلی جای عیب، خیلی جای تأسف که شما یک جوانای تنومند خداوند همه شرایط و امکانات برای شما داده است و شما از خواندن قرآن محروم باشید. شما خواه از قسم شب خواه از قسم سحر قرآن کشاده و یک ورق که نخوانید، خیلی جای باور کرد غمگین شدن است برای شما. وقتی از قاری میپرسید از پروردگار پس با این قرآن حفظ کردی چی کردی، چی خدمت ها کردی؟ قاری میگفت است اقوم به انا اللیل و انا النهار، پروردگارا من شبها میخستم، روزها میخستم،
این قرآن را میخواندم، این حفظ قرآن را از ذهنم دور نمیکردم. قاری به سوی پروردگار میگفته است فیقول الله کذبت و تقول له الملائکه کذبت و یقول الله تبارک و تعالی بل اردت ان یقال فلان قاری. بعدا پروردگار نه به همه قاری، نه به همه حافظای قرآن، بلکه با کدام همو که از همه گروه باشد معامله خداوند همچنان است. بعدا خداوند میگفته است ای قاری تو دروغ میگویی، بل کذبت. ملائکه های پروردگار میگفته است تو دروغ میگویی قاری، و خداوند میگه بل اردت ان اقول له قاری، بلکه تو را مرادت این بود که حفظ قرآن کردی و در بین مردم خوش آوازی کردی به خاطر که گویم فلانی قاری است. تو به این خاطر حفظ قرآن کردی. حتی یک حدیثی را در برابرش نگاه کردم که روایت بیهقی است. پیامبر گفته بود است من قرأ القرآن یعکل به الناس جاء یوم القیامه و وجهه عظم لیس علیه لحم. اگر کسی که قرآن را علم را به خاطر خوردن مال مردم از خود کند، یعنی به وسیله علم، به وسیله قرآن خواهد که مردم طلب و تاراج کند، خواهد که مال مردم به دست بیارد، پیامبر گفتند این گونه عالم ها، این گونه قاری ها روز قیامت وقت میخیزند در چهره هاشان گوشت وجود ندارد. یعنی چیز در چهره های ایشان از گوشت وجود ندارد. برادرای عزیز ببینید چهره را پیامبر گرامی گفت خداوند از چهرهش، یعنی جایی که حسن و جمال در او وجود دارد، خداوند همو حسن از روی این انسان میگیرد، به خاطر که این آدم ارادش دیگر چیز بود، ارادش پیشروی و خدمتی در دین نبود. پس از آن میگوید به سوی شهید میپرسید است، از شهید هم میپرسد. چی میپرسید است؟ شهید هم همچنان شهید در راه خدا شدی؟ بله شهید در راه خدا شدم. چگونه ای که در حدیث های می آید که پیامبر گرامی در جنگ خیبر با اصحاب وقتی که در بین شهیدها گشت و گذار میکرد، صحابه یک و یک نشان میدادن فلانی شهید است، فلانی شهید است. میگوید بناگاه به نزد یک شخصی آمدن که چهره و شکمش به سوی زمین است، فقط پشتش به سوی آسمان است، ولی کشته شده است. اصحاب میگوید نشان دادن پیامبر این قسم در جنگ بسیار شجاعت نشان دادن، این قسم گفتن شهید است. پیامبر گرامی در جواب اینی رأیت فی النار، گفتن این شخص، گفتن من در دوزخ میبینم. برادر عزیز این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. این حدیث مسلمه فی بردت غلاها او عباءه. ببینید من این گفت در دوزخ میبینم. صحابه حیرت دماندن که آخه این شهید، این همراه ما بود، این مقابل دشمنای خدا می جنگید. وقتی که میگه پهلوش گردانیدن، در زیر بغلش یک قطعه لباسی را از بیت المال دزدیده بوده است. برادرای عزیز و گرامی، و از مال غنیمت وقتی که می جنگیدن برای پیامبر ما و شما میدونین که در محاربه ها مال غنیمت برای پیامبر حلال بود گرفتنش. یعنی وقتی که یک جا را که هجوم میکردن، مال و ملک اونجا برای اینا حلال میشد. این قاعده جنگ همین است. ولی این بنده خدا به تقسیم کردن الک یک پاره را گرفته در زیر بغل که پنهان کرده بوده است، یعنی خیانتی در مال کرده است. و وقتی که می جنگید پیامبر عالی باید در زیر شکمش او را ندیده با نور نبوت گفت ایرا من در دوزخ میبینم. برای این شهیدم خدای مهربان میگفته است تو دروغ میگویی. ملائکه ها میگفتند تو هم دروغ
بعد از آن خداوند میگفت است بلکه تو ارادت همین بود که تو را گویم بسیار جوانمرد بود، بسیار شجاع بود. یعنی تو به خاطر این کلمه ها جهاد کردی. همچنان سیوم نفری که اینجا موردی پرسش پروردگار قبول میگیرد، این آدمی است که در دنیا مال خود را گویم خیر احسانی که ما و شما امروز میگوییم خیر احسان میکند، ولی در خیر احسانش هم نیتش چی است؟ نیتش داناندن است، نیتش فهمانیدن است، نیتش ریا است. پس پروردگار با اینها همچنان معامله را روا میبیند. خلاص از این پرسشی که خداوند نسبت اینها میکند معلوم شد که اگر ما هم برادرای عزیز هر عبادتی را که در دنیا به خاطر خدا اگر انجام ندهیم، پس وای در پیشگاه پروردگار قبولیت هم ندارد. حتی شما را من خبردار کردم که همین جمعه‌ای که ما و شما میاییم، نمازهای 5 وقته که ما و شما میاییم، برای جماعت ها ما و شما دوهایی که میکنیم، حتی حرکت هایی که میکنیم، اگر همینا برای رضاگی خدا نباشند یا در دل ما نیتی رضاگی پروردگار نباشد، پس در این عبادت های ما و شما هیچ چیز قبولیت پیشگاه خدا در وجود ندارد.